تربت اووزخون زبردست توجک هنرمند خلقی توجکستان دولتمند خول را روز 19 فوریه در حال از خانه‌اش برآوردند و به منزل آخرتش گسیل کردند که همکسبان او در روی حولی به یاد استاد خود ترانه‌های دلریش کننده یا فلک می‌خواندند. هوای دوشنبه در این روز پر برف بود و به تعبیر مخلصان استاد دولتمند خود گویا امروز آسمان هم به مرگ این نابغه موسیقی ملی توجک و استاد فلک می‌گریست. دولتمند خود که از بیماری سرطان جگر رنج می‌کشید روز 18 فوریه سال 2024 در سن 73 در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه از عالم چشم پوشید. صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی با اظهار تسلیت به نزدیکان دولتمند خود در گذشت او را تلفات سنگین و جبران ناپذیر برای فرهنگ توجک مینامند. چند وقت آخر دولتمند خود از بیماری شدید رنج میکشید و برای طبابت به چندین کشور دیگر رفت. در ایران تشخیص طبی چنین خلاصه داد که هنرمند ممتاز گرفتار سرطان جگر شده است. چند روز قبل او برای معالجه به روسیه هم رفت ولی متاسفانه طبیبان نتوانستند او را از مرگ نجادیند. هنرمند را از مسکو 2 روز پیش به دوشنبه آوردند و او در وطن در روی کت بیمارخانه قریه بالا جان داد. با قرار حکومت دولتمند خود را در آرامگاه لوچوب در کنار دیگر بزرگان فرهنگ و ادبیات توجک به خاک سپردند. روان استاد شاد و مکان آخرتش جنت بود. اهل اداره بامداد به نزدیکان دولتمند خود و مخلصانش در گذشت این تهمتن هنر ملی را تسلیت میگوید.